اینجا وای نستیم بریم بالا. آخه نمیشه اینجا قرار اتفاقی هم بیفته اینجاست. بفرمایید اینجا هر کاری رو بخواید انجام بدید ممنون. بفرمایید. کاری نمیخوایم انجام بدیم که وایستادیم بالا یا شمع روشن میکنن همه نه ممنون میگیرم میبرن تو امشب دیگه ممنوعه مجوزش نیست. بفرمایید. چطوری باید مجوز گرفت؟ وزارت امور خارجه یا آخه مراسم عزاداری که دیگه مجوز گرفتن نداره. بفرمایید. آقای محترم افغانی ها انسانه برای اینجا باید بفرمایید. ما بی‌ادبی نمی‌کنیم. بفرمایید. برو ببینم خانم. ولی یه خواهشی توهین نباید کرد. شما برای اینجا باید نیست شما با توجیه نکن. بفرمایید. برو ببینم. شما یاد نده کار مأمور بهش. بفرمایید. کارشون خوب بلده. بفرمایید. برو خانم وایسا. خب وایسین فعلا ما کار نمی‌کنیم اومدیم وایسیم جلوی سفارت مگه چیه؟